یک زمانی بود تمام تدوینگرا، طراحا دیگه نمیدانم تمام مشاغلی که کارشون با کامپیوتر بود یا مشاغل دیگه تو پینترست دنبال عکس و ایده و این داستانا بودن. ولی هنوزم با پینترست کار میکنیم یا نه؟ خدایی الان داری با پینترست کار میکنی؟ دیگه الان اصلا ارزش نداره پینترست رو دیگه استفاده کنی. الان دیگه اصلا دنیای هوش مصنوعیه. اگه میخوای جای گوگل که الان داری ازش استفاده میکنی، میدونم همیشه سرچ میزنی دنبال ایده و این داستانا یا داری تحقیق میکنی، شک نکن که هایپ بست خیلی بهتر از گوگله. یعنی تو که میخوای تحقیق بنویسی یا مثلا یه جا میخوای مثلا در مورد کفش بنویسی، به جای اینکه بری از گوگل ایده بگیری و تحقیق کنی، بیا از هایپ بست که از هوش مصنوعی هم استفاده میکنه، خیلی هم تو رو به اون چیزی که میخوای نزدیکتر میکنه استفاده کن. چرا خودتو داری مثلا لقمه رو اینجوری بخوری؟ هیچ. هایپ بست یکی از بهترین سایت هاست. فکر کنم فیلتر باید باشه تا اونجایی که من میدونم، ولی خیلی خوب میتونه تو رو به اون هدفت نزدیکتر کنه تا اینکه بری تو گوگل 1000 تا سایت بگردی حالا به اون چیزی که میخوای برسی یا نرسی. مثلا میخوای یه چیز سریع ریسرچ کنی پیدا کنی، به جایی که بری رو گوگل بیا رو هایپ بست، خیلی هم خوبه. سایتشو داخل دیسکریپشن تگ کردم، میتونید برید نگاهش کنید. یه نکته رو من بگم، من یه سرمایه ریزی خوردم، حالا تو دماغی بعضی موقع صدا میشه، حالا ببخشید دیگه. حالا میرسیم به موضوع اصلی، یعنی پینترست و ایده گرفتن و بازنویسی کردن و اجرا کردن. ولی خب از اون بهترش هست دیزاین. بذارینم چی بود اسمش؟ دیزاین اسپرشیان. آره دیزاین اسپرشیان. الانم یکم حالا نمیتونم تلفظ کنم ولی نوشتم این پایین. دیزاین اسپرشیان خیلی خوبه برای ایده گرفتن. حتی میتونی ازش استفاده های مادی که نه، یه استفاده های عجیب غریبی میتونی راجع به ایده گرفتن بکنی. مثلا بزنی تدوین یا مثلا ادیت، یه ایده هایی بهت میده، خودت اصلا کف میکنی، برگات میریزه. از این طرف هم مثلا پینترست بعض جا خوبه، مثلا برای مثلا وال پیپر گرفتن و این داستانا خیلی به درد میخوره. ولی خب دیزاین اسپرشیان خیلی بهتره. اسپرشیان درست گفتم دیگه. آره دمتون گرم که تا این انتها با من همراه بودید. خوشحالم میکنید. قبل از هر کاری همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب کنید و قبل از هر کاری هم یه دونه کامنت این پایین، یه کامنت گوگلی خنده‌دار بنویسید حال کنیم. صدام بدجور رو دماغی شده رفته رو مخم. دمتون گرم، خیلی مخلصم.